سلام و عرض ادب. امروز میخوام یک حکایت جالب و شیرین براتون بگم از ملا نصرالدین. یه روز ملا تصمیم گرفت الاغاشا برای فروش به بازار ببره. تنابش گرفت و راه افتاد. تو راه چند نفر از مردم بازار دیدنشو شروع کردن به ایراد گرفتن. یکی گفت آخه ملا تو چرا پیاده میری و الاغ تو سوار نمیشی؟ مگه بره همین کار نیست؟ ملا با خودش گفت راست میگن. پرید رو الاغو ادامه داد. چند قدم جلوتر یه عده دیگه گفتن نگاه کنید چه مرد بیرحمی، خودش سوار شده حیوان بیچاره رو خسته کرده. ملا فکر کرد و گفت خب اینم درسته. پس خودش پیاده شد و پسرش رو سوار کرد. باز جلوتر رفتن یه عده دیگه گفتن چه پسری، احترام پدرش رو نگه نمیداره، خودش سوار شده پدرش رو پیاده کرده. این بار ملا گفت خب پس هر دومون سوار شیم. وقتی هر دو سوار شدن مردم دیگه شروع کردن ای وای ببینید حیوان بیزمون زیر بار 2 نفر داره له میشه. ملا کلافه شد. آخر سر تناب الاغ را گرفت، پسرش صدا کرد و گفت باشو پسر جان، از این به بعد بریم ما الاغ را کول کنیم که دیگه کسی چیزی نگه. نتیجه این حکایت اینه که هر کاری کنی همیشه یه عده هستن که ایراد بگیرن، پس بهتره همون کاری را بکنی که خودت میدونی درسته. و امیدوارم خوشتون اومده باشه و برای دیدن داستان ها و تجربه‌های بیشتر حتما صفحه‌مون رو دنبال کنید و با ما همراه باشید.